تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران دوستداران کلام الله منان قرآن کریم. امیدوارم تا این قسمت از برنامه آموزش روحانی قرآن کریم درس های گذشته رو با دقت بررسی کرده باشید و پیگیر اون بوده باشید و همچنین تمرین های درس های گذشته رو به خوبی تکرار کرده باشید تا بتونیم به همراه شما عزیزان در این برنامه و برنامه بعدی و برنامه های پیش رو به راحتی تمامی قواعد و احکام روحانی قرآن کریم رو فرا بگیریم و بتوانیم به راحتی هر گوشه ای از کلام الله مجید رو که باز کردیم با دقت و با تسلط بخوانیم و این کار بسیار آسان خواهد بود. بعد از فراگیری 2 درس پیش رو، این درس و درس بعدی که انشاءالله در برنامه بعدی خواهد بود، بعد از اون ما شروع می‌کنیم انشاءالله احکام آنچه که یاد گرفتیم رو به صورت عملی در سوره های کوتاه قرآن کریم انشاءالله به همراه شما عزیزان به صورت عملی تجربه میکنیم و اینها رو قرائت خواهیم کرد. یکی از مواردی که در مسئله روحانی قرآن کریم باید بهش توجه کرد و مهم هست که مطرح بشه، گرچه آنچه که ما در این برنامه میخوایم مطرح بکنیم جزئی از درس تجوید هم حساب میشه، اما چون در نوشتن هم تاثیرگذار هست و احیانا در خود روحانی کلام الله مجید ما میبینیم که علاوه بر این که در خواندن تاثیر میگذاره، در نوشتن هم کلماتی علائمی تغییر میکنه، با بالا و پایین میشه. مهم است که مطرح بشه. احکام نون ساکن یکی از مواردی که بسیار مهم دانستنش و برای بسیاری از عزیزانی که حتی آشنایی با روحانی کلام الله مجید هم دارند جای سوال هست. احکام نون ساکن که ما چگونه نون ساکن رو باید تلفظ بکنیم، چون که نون ساکن و یا تنوین رو عزیزان در برنامه‌های گذشته کسانی که همراه ما بودن میدانند که ما به تفصیل درباره صحبت کردیم و گفتیم که تنوین یک نون ساکنی بوده است که قبلش یک فتحه داشته، هر حرفی که فتحه داشته بعدش نون ساکن، یا کسره داشته بعدش نون ساکن، یا ضمه داشته بعدش نون ساکن، که ما اون فتحه، کسره و ضمه رو سر جای خودش گذاشتیم، نون رو برای ساده تر نوشته شدن حذف کردیم و یک فتحه اضافه کردیم یا کسره یا ضمه تا دلالت بکنه بر حذف نون ساکن. به همین خاطر ما وقتی که صحبت از نون ساکن میکنیم خود به خود تنوین هم داخل هست در موضوع نون ساکن. میگیم نون ساکن و یا تنوین، چون تنوین هم در اصل یک نون ساکن بوده. هر جا در مصحف شریف عزیزان نون ساکنی مشاهده کردید و یا تنوین مشاهده کردید، حتما باید اینجا توقف کنیم ببینیم که از احکام نون ساکن که 4 قانون هستن کدوم یک اجرا میشه. چرا ما برای نون ساکن قانون گذاشتیم؟ به خاطر راحت تر خواندن. نون ساکن حرفی است که از دهان ادا میشه و از برخورد زبان نون، شما نون رو تلفظ کنید، نون، زبان به پشت دندانهای بالا. به همین خاطر این حرف وقتی در کنار برخی از حرفهای دیگری که در تلفظ نزدیک به او هستن یا دور هستن قرار میگیره، مقداری در تلاوت سختی ایجاد میکنه. در برخی موارد ما به خاطر این که راحت تر تلاوت بکنیم 4 قانون گذاشتیم در حالتهای مختلف نون چگونه خوانده بشه. این مجموعه این قانون ها رو ما بهش میگیم احکام نون ساکن. در این برنامه به همراه شما عزیزان میخوایم که درباره این احکام صحبت بکنیم و به تفصیل بیایم بگیم که چه موقع نون ساکن چگونه خوانده میشه. یک حالت از این 4 حالت، یا به تعبیر دیگر یک قانون از این 4 قانون، قانونی هست به نام اظهار، ظاهر شدن. اظهار با ضای دسته دار و معناش ظاهر شدن نون هست.
در یک حالت از این 4 حالت نون ساکن و یا تنوین همان گونه‌ای که هستن خوانده میشن. یعنی نون ساکن همون نون ساکن هست، نون ساکن تلفظ میشه، همون گونه که هست خوانده میشه و رد میشه. این حالت نیاز به تغییر در نون وجود نداره، نون همون جوری که هست خوانده میشه. اینو ما بهش میگیم اظهار. ببینیم که چه موقع نون ساکن همان گونه‌ای که هست تلفظ میشه و یا تنوین. در این حالت تصویر رو با هم داشته باشیم. احکام نون ساکن اولیش اظهار هست یا ظاهر شدن. اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین این 4 حکم همیشه وقتی بخوایم بررسی بکنیم که کدوم یک از این 4 تاست، به حرف بعدی نگاه میکنیم. هر جا نون ساکن و یا تنوین دیدیم نگاه میکنیم بعدش چی هست. اگه بعد نون ساکن و یا تنوین از این 6 تا حرف که بهش گفته میشه حروف حلقی، اگه یکی از این 6 حرف بود، همزه، ها، عین، ها، غین، خا. همزه و ها، های دو چشم که تنها اینطور نوشته میشه، همزه و ها، عین و ها، غین و خا. این حروف رو میگن حروف حلقی چون از حلق ادا میشن، یعنی از حنجره خارج میشن. اگر بعد از نون ساکن و یا تنوینی که از این 6 حرف بیاد، از اونجایی که این حروف حلقی هستن، بعد نون ساکن از دهان ادا میشه و از برخورد زبان با پشت دندانهای بالا، به همین خاطر خواندن نون ساکن در این حالت راحت هست. نون ساکن همون گونه که هست ادا میشه. مثالش مثلا برای همزه، وقتی که همزه بعد از نون ساکن قرار بگیره، این مثال های نون ساکن است، این مثال تنوینش. مثلا وقتی که همزه بعد از نون ساکن قرار بگیره، مثل این مثال ین، او، نه. الان ما در این مثال نون داریم که علامت چی داره؟ ساکن داره. نون ساکن. ین بعدش چی آمده؟ همزه آمده. نون ساکن بعدش همزه آمده. همزه یک حرف حلقی است. حرفی است که از حلق ادا میشه. از این 6 تا حرف نون همونجوری که هست خوانده میشه. ین، او، نه. ین، او، نه. اینطور به راحتی همونجوری که هست میخونیم. ین، او، نه. در این حالت غالبا در مصحف عثمان طاها که ما درس‌های پیش روی خودمون رو ان شاءالله از اون برای شما عزیزان خواهیم داشت و نسخه بین‌المللی جان اسلام هست، شیخ عثمان طاها خطاط اون نسخه غالبا در جاهایی که نون ساکن بعدش همزه یا حروف حلقی قرار بگیره براش یک ساکن براش میگذاره. ین، او، نه، چون ظاهر میشه. مثال تنوین، اینجا بعد از تنوین همزه آمده. کلون آمنه. کلون آمنه. کلون تنوین بعدش همزه آمده، صدای نون ظاهر میشه. کلون آمنه. مثال هی دو چشم وقتی که بعد از نون ساکن قرار بگیره، من هم. نون ساکن بعدش هی آمده، اینجا میگیم من هم، هی دو چشم است. یا مثال بعدی وقتی که بعد از تنوین هی دو چشم بیاد، جروفن، جروفن ها رن. اینجا بعد از تنوین هی دو چشم آمده که از حروف فرقی اظهار میشه. جروفن ها رن. بریم به سراغ مثال عین. هر وقت بعد از نون ساکن و یا تنوین عین بیاد، این مثالش هست. اینجا نون ساکن داریم بعدش عین آمده. من عملن، من اینطور میخوانیم. من عملن، من عملن. نون رو همون گونه که هست اظهار میکنه. مثال تنوینش هم این گونه است. وقتی بعد از تنوین عین بیاد، مثلا حقیقن، حقیقن علا، حقیقن علا، حقیقن قن. اینجا نون اظهار میشه. حقیقن علا، حقیقن علا. اینجا نون ساکن رو من کاملا اظهار کردم. مثال های بعدی رو با هم ببینیم. الان مثال هایی که برای 3 حرف ها، غین و خا هست. مثلا بعد از حرف، اگر بعد از نون ساکن حرف ها قرار گرفت، اینجوری میشه من حمیم. اینجا نون ساکن بعدش حرف ها هست، از اون فرق است. من حمیم من. یا اگر تنوین بعدش ه بیاد، علیمون حکیمون، علیمون حکیمون، علیمون من. اینجا نون ظاهر میشه. مثال غین وقتی بعد از نون ساکن حرف غین بیاد، من غلن، من غلن. اینجا نون ساکن همونجوری که هست خوانده میشه. من غلن. یا مثال تنوین وقتش بعدش غین بیاد، قولن
قولا غیر. قولا غیر. مثال خا، وقتی که بعد از نون ساکن حرف خا بیاد. من خ. نون بعدش چی آمده؟ خا آمده. اینجا حرف ساکن بعدش خا آمده، اظهار میشه. من خ ن ق تو. المنخنقة. المنخنقة. یا مثال بعدی، اینجا تنوین بعدش حرف خا آمده. یو م ذن. ذن اینجا اظهار میشه. نون همون جوری که هست میخونیم. یوم اذن خا فتح بعدش حرف صدای آ میگیره. خا ش ع تن. یوم اذن خاشعتن. اینها مثال هایی بود برای قانون اظهار. خلاصه این قانونی بود که هر وقت بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از این 6 حرف قرار بگیره، قبل از اینها نون ساکن بیاد یا تنوین بعد این حرف ها یکی از اینها بیاد که حروف فرقی هستن، نون از مخرج خودش خوانده میشه که ما در اصلش میگیم اظهار میشه. این قانون اول. اظهار هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرف حلقی همزه و ها، عین و ها و غین و خا آمد، نون ساکن و یا تنوین همونطوری که هست خوانده میشه. این آسونه. این قاعده ساده است. فقط کافی است این 6 حرف رو به خاطر بسپارید عزیزان. همزه و ها، عین و ها، غین و خا که بهشون میگیم حروف حلقی. قانون دوم اسمش هست ادغام. تصویر رو با هم ببینیم. ادغام یعنی داخل شدن یک حرف در حرف دیگه. 6 حرف اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از این 6 تا حرف آمد، یا، را، میم، لام، واو و نون، که اگر این 6 حرف رو به هم بچسبونیم این کلمه درست میشه. یرملون. ما برای اینکه راحت‌تر این 6 حرف رو حفظ بکنیم، این کلمه یرملون رو اگر به خاطر بسپارید، همین 6 تا حرفن، یا و را و میم و لام و واو و نون، اگر به هم بچسبونیم میشه یرملون. حروف یرملون، وقتی میگیم حروف یرملون یعنی یا و را و میم و لام و واو و نون. اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از این 6 حرف آمد، آن وقت چیکار میکنیم؟ قانون اینه. در قانون اول گفتیم اظهار بعد از نون ساکن یا تنوین 6 حرف حلقی اگه اومد، همزه و ها و عین و ها و غین و خا، نون ساکن و تنوین همونطوری که هستن خوانده میشه. اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از این 6 حرف آمد، یا، را، میم، لام، واو، نون، سر هم نوشته میشه یرملون. چیکار میکنیم؟ آیا باز هم نون ساکن و تنوین رو همونطوری که هست میخوانیم؟ نه. چیکار میکنیم؟ ادغام میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این نون ساکن و یا تنوین رو تبدیل میکنیم به یک حرف ساکنی از جنس بعدش. اگه بعدش یا آمد، به جای نون ساکن یای ساکن تلفظ میکنیم. اگر را آمد، به جای نون ساکن رای ساکن تلفظ میکنیم. اگر لام آمد، به جای نون لام تلفظ میکنیم ساکن. و به این حالت ما به جای نون ساکن حرف بعدیش رو تلفظ میکنیم. یعنی حرف بعد که سر جای خودش هست یک حرکت هم داره، نون ساکن ما میشه حرف بعدی به صورت ساکن. طبیعتا حرف بعد تشدید پیدا میکنه. این رو بهش میگیم ادغام. مثالهاش رو با هم ببینیم، در مثالها بهتر جا میفته. حروف یا، را، میم، لام، واو، نون اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از این 6 حرف قرار گرفت، ادغام میشه. یعنی نون ساکن و یا تنوین تبدیل میشه به حرف بعدیش، یکی از این 6 تا حرف. مثالش مثلا مثال ادغام، نون ساکن وقتی که ما بعد از نون ساکن حرف یا قرار بگیره. مثالش اینه. الان ما در این مثال نون ساکن داریم که بعد از نون ساکن حرف یا آمده. حرف یا یکی از این 6 حرف، یا، را، میم، لام، واو، نون. یرملون یکی از 6 حرف یرملونه. باید چیکار کنیم؟ من رو باید چطور بخونیم؟ اینجا به جای نون ساکن ما چی میخونیم؟ یا ساکن میخونیم. من یقولو نمیگیم من یقولو. نوشتنش به این شکله. من به خاطر نوشتن همینطور نوشتم، اما در خواندن اینطور نمیخوانیم. به جای نون ساکن چی میخوانیم؟ بعد یا بخوانیم. میگیم می. یعنی به جای این نون ساکن حرف بعدیش رو میاریم. می یقولو. نون تبدیل میشه به حرف بعدی. ساکنی سر جای خودش هست. می یقولو. مثلا وقتی تنوین بیاد، بعد از تنوین یا بیاد و برقن، دیگه نمیگیم برقن یجعلون. اینجا
قاف تنوین داره، اما چون بر تنوین حرف یا آمده بر قن، به جای بر قن میگیم بر قوی، بر قوی یجعلون و بر قوی یجعلون. مثال بعدی، نون، وقتی بعد از نون ساکن نون بیاد، طبیعتا نون ساکن اول و نون متحرک دوم تبدیل میشه به تشدید. من نعمتن، اینجا من هست، درستش من بوده، این فتحه رو اشتباه تایپیست باید پایین می بود. من نعمتن، این فتحه باید پایین می بود. من نعمتن. اینجا نون ساکن وقتی که دو تا پشت سر هم بیاد غالبا خودش خوانده میشه، اما چون تشدید میگذارن بعضی وقتها در بعضی نوشته‌ها به جای اینکه این نون ساکن اینجا بگذارن یک تشدید روی نون بعدی میاد. همینطور مثال تنوینش یوم اذن، یوم اذن نعمه. این حالتش آسانه چون غالبا نون همون نون هست اما تشدید ایجاد میشه، تبدیل میشه به حرف ما بعدش. مثال میم وقتی بعد از نون ساکن و یا تنوین قرار بگیره، اینجا نون ساکن داریم، بعدش میم داریم و ان من، نمیگیم و ان من، نون رو اینجا نون تلفظ نمی کنیم. چی تلفظ میکنیم؟ نون بعدش چی آمده؟ نون ساکنه. این احکامی که میگیم همه برای نون ساکن است. نون ساکن بعدش میم آمده، بعد نون تبدیل بشه به حرف بعدیش که میم هست، میگیم و ام میم تلفظ میکنیم چون این تو راحت تره. مقداری سخت بگیم و ان من، به جای نون میم تلفظ میکنیم، آسون تره. و ام من، اینجا هم همینطور بعد از تنوین میم آمده. عذابون مقیم، نمیگیم عذابون مقیم، میگیم عذابم. بن نون تلفظ نمیکنیم، به جای نون میم تلفظ میکنیم که حرف بعدیش هست. عذابم مقیمون. این مثال یا و نون و میم. بریم سراغ مثال بعدی. واو وقتی که بعد از نون ساکن قرار بگیره مثل اینجا، یا تنوین مثل اینجا، اینجا نون ساکن بعدش واو داریم، به جای نون ساکن بعد چی تلفظ بکنیم؟ باید واو تلفظ بکنیم. من ولیین، اینجا هم این فتحه باید کسره می بود، اشتباه تایپیست. من ولیین، من ولیین. یوم اذن، یوم اذن نمیگیم یوم اذن واهیتون، میگیم یوم ذو تنوین بعدش واو، یوم ذو واهیتون. مثال لام وقتی نون ساکن بعدش لام بیاد، من لا، من اینطور نوشته میشه اما خواندنش دیگه نون ساکن رو نون تلفظ نمی کنیم، به جاش لام تلفظ میکنیم که حرف بعدیش هست میشه مل لدنا، مل لدنا. یا تنوینش فسلمون، نمیگیم فسلمون لک، اینجا من نمیخوانیم، تنوین اصلش میشه من، اما چون بعدش لام اومده اون نون تنوین تبدیل میشه به حرف بعد، میشه فسلمل لک، فسلمل لک. مثال حرف را وقتی بعد از اون ساکن حرف را قرار بگیره، من ربهم اینطور نوشته میشه اما اینجا نون ساکن خوانده نمیشه. چرا؟ چون بعد از نون ساکن هر وقت حرف را قرار بگیره باید نون تبدیل بشه به حرف ما بعدش که را هست، یعنی به جای نون ساکن یک حرف رای ساکن باید تلفظ کنیم. مر اینطور میشه مر ربهم، به این شکل میخونیم. یا تنوین، مثال تنوین وقتی برای تنوین حرف را بیاد، غفورون، اصل تنوین غفورونه، رحیمون، بعد از تنوین را آمده، این را بعد از تنوین چون را آمده بعد تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعدش، غفور رحیم، غفور رحیم، به این شکل خوانده میشه. اینا مثال هایی بود برای ادغام. ادغام یعنی تبدیل کردن یک حرف به حرف بعدیش،
داخل کردن یک حرف در حرف بعد. خلاصه قانونی بود که هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون که سر هم نوشته بشه میشه یرملون بیاد، نون ساکن و تبدیل میشه، نون ساکن و یا تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعد خودش که در مثال ها با هم دیگه مشاهده کردیم. این قانون دوم. پس تا اینجا ما دو قانون یاد گرفتیم، قانون اظهار و ادغام. اظهار میگفت هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرفی که از حلق ادا میشن، همزه و ها و عین و ها و غین و خا بیاد، نون ساکن و یا تنوین همونطور که از خوانده میشه، چون راحته در این حالت خواندن نون ساکن و یا تنوین. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین قاعده دوم یکی از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون آمد که سر هم نوشته بشه میشه یرملون، آن وقت به جای نون ساکن و یا تنوین حرف بعدش رو تلفظ میکنیم. حرف بعد سر جای خودش هست، نون ساکن تبدیل میشه به حرف ما بعد. چرا؟ چون راحت تره اینطور خواندنش. تبدیل میکنیم به حرف بعدیش و حرف بعد تشدید میگیره و خوانده میشه. قانون سومی ما داریم که اون قانون هم برای ما یک کلمه داره فقط و یک حرف داره. اما آیا در قانون ادغام استثنایی هم وجود داره یا نه؟ همیشه هر وقت ما حرف نون ساکن و یا تنوین داشتیم بعدش یکی از حروف یرملون رو دیدیم بعد این قانون اجرا بشه. ما این قانون وقتی اجرا میشه که نون ساکن و یا تنوین در حرفی باشه و یکی از حروف یرملون در حرف بعدی. اما اگر نون ساکن و یا تنوین هر دو تا در یک حرف بودن، در یک کلمه بودن، اون موقع ادغام نمیشه. فقط 4 تا مثال بیشتر نداریم. این 4 تا مثال رو با هم ببینیم. ما در ادغام یک استثناء داریم در 4 کلمه فقط در قرآن کریم که این 4 کلمه قانون ادغام اجرا نمیشه. ادغام این بود که هر وقت بعد از نون ساکن یکی از حروف یرملون آمد بعد تبدیل میشد به حرف با بعد. اما اینجا مثلا نون ساکن بعدش یه اومده، از این حرف هاست، حرف ادغام یا. اینجا نون ساکن بعدش یا اومده، بازم همون حکایت. اینجا نون ساکن بعدش واو اومده، واو هم از این حروف هست. اینجا نون ساکن بعدش واو اومده، واو هم از این حروف هست. اما چون نون ساکن و حرف یرملون، اینجا نون ساکن و یا، نون ساکن و یا، نون ساکن و واو و اینجا نون ساکن و واو هر دو در جزئی از یک کلمه هستن، اینجا قانون اجرا نمیشه. نمیگیم اینجا میگیم دن یا الدنیا، نمیگیم دویا، نون رو تبدیل به حرف ما بعد نمی کنیم. نمیگیم دوی یا، نه نمیگیم مثلا بوی یا، چون قانون این بود که نون ساکن بعدش حرف یرملون تبدیل میشه به حرف ما بعدش، البته به شرطی که در یک کلمه نباشن. این مثال های 4گانه استثناء است، چون در یک کلمه هستن این قانون اجرا نمیشه. اینجا میشه دنیا، این میشه بن یانون، بن نون همونجوری که از خوانده میشه، قن و نون، اینجا نون همونطوری که از خوانده میشه، سن و نون، نون همونجوری که از خوانده میشه. این 4 کلمه رو عزیزان به ذهن بسپارید. اصلا گروه مثلا مونده نیستم. این 4 کلمه رو عزیزان به خاطر بسپارید، یا اینکه این قانون رو فراموش نکنید که ادغام وقتی صورت میگیره که نون ساکن و یا نون در یک کلمه باشه و یا حروف یرملون به صورت کلی در کلمه دیگر. اگر نون ساکن در خود کلمه بود و بعدش حرف یرملون آمد، قانون اجرا نمیشه که در قرآن کریم فقط همین 4 مثال رو ما داریم که استثناء هستن از قاعده ادغام، که عزیزان اینا رو در ذهنتون باشه که این کلمات 4گانه، اینجا نون ساکن بعدش یا هست، اینجا نون ساکن بعدش واو در این 2 مثال و این مثال ها، اینجا ادغام اجرا نمیشه چون هر دو تا در یک کلمه هستن. این قانون ادغام بود. پس قانون ادغام گفت هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرف یرملون آمد، اون موقع نون ساکن تبدیل میشه به حرف ما بعدش، به استثنای 4 حالتی که در قرآن کریم نون ساکن به همراه یکی از حروف یرملون در خود کلمه هست، دنیا، کلمه بنیان، کلمه سنوان و قنوان، که اینها اجرا نمیشه حکمش. قانون سوم به ما میگه که اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین حرف با آمد، حرف ب، آن وقت نون ساکن و یا تنوین رو به جای نون ساکن ما میم تلفظ میکنیم. چرا؟ چون آسان تره. به جای نون ساکن میم تلفظ میکنیم.
مثالهاش رو با هم ببینیم. این مثالهای این قانون هست که بهش میگیم اقلاب. انقلاب یعنی قلب، از کلمه قلب گرفته میشه، یعنی تغییر. تغییر چی؟ تغییر نون به میم. قلب به میم هم بهش میگن. قلب به میم، تبدیل شدن به میم. مثلا در این مثال ها بعد از نون ساکن و یا تنوین چی آمده؟ حرف با آمده. اینجا ان بو راکه، نمیگیم ان بو راکه. بعد از نون به آمده، به جای نون میم تلفظ میکنیم، میگیم ام بورکه. این قانون ما در فارسی هم داریم. در فارسی هم کلماتی که بعد از نون به قرار گرفته ما نون تلفظ نمی کنیم، میم تلفظ میکنیم. مثلا کلمه زنبور، ما در فارسی نمیگیم زنبور، میگیم زنبور. به جای میم، به جای نون میم تلفظ میکنیم. چرا؟ چون راحت تر. این مثال دیگر، سمیعون، تنوین بعدش با آمده، نمیگیم سمیعون بصیر، میگیم سمیعون. به جای نون تنوین میم تلفظ میکنیم، سمیعون بصیرون. مثال بعدی، من بعد، اینطور نوشته میشه اما اینطور خوانده نمیشه. نون بعدش به آمده، به جای نون میم تلفظ میکنیم، مم بعد. مثال بعدی، شهیدون، نمیگیم شهیدون چون بعدش با آمده، میگیم شهیدم بینی. مثال بعد، یؤمن بالله، بعد از نون ساکن به آمده، به جای نون ساکن میم تلفظ میکنه، میشه یؤمن بالله. زوجون، تنوین بعدش با آمده، زوجون به جای تنوین میگیم زوجم، به جای نون ساکن میم تلفظ میکنیم، زوجم بهیجون. مثال آخری، ان، اینجا ولو اینکه نون ساکن و با در یک کلمه باشه باز هم قانون اجرا میشه. در ادغام مثال قبلی، قانون قبلی، این اجرا نمیشد. اگر نون ساکن و تنوین بعدش حرف یرملون میامد در یک کلمه اجرا نمیشد قانون، اما اینجا اجرا میشه. ان به جای نون ساکن بعدش با آمده میم تلفظ میکنیم، ام با اک. اینجا لنسفعن، تنوین بعدش چی آمده؟ بعدش حرف با آمده، لنسفعن، نمیگیم لنسفعن، میگیم لنسفعم بن نصیه. این مثال اقلاب بود که به همراه شما عزیزان مراجعه کردیم و تا اینجا گفتیم که قانون اظهار بعد از نون ساکن و یا تنوین که از حروف حلقی بیاد، همزه و ها و عین ها و غین و خا، نون ساکن و یا تنوین همونطوری که از خوانده میشه. قانون دوم، بعد از نون ساکن و یا تنوین اگر از یک از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون آمد، اون موقع حرف بعدی خوانده میشه به جای نون ساکن، یعنی نون ساکن تبدیل میشه به حرف ما بعدش و حرف بعدی تشدید میگیره. و اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین حرف با آمد، اون موقع به جای نون ساکن و یا تنوین ما حرف میم تلفظ میکنیم و این رو بهش میگفتیم اقلاب. قاعده آخری، قاعده چهارم اینه که اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین نه حروف حلقی بود که اظهار بشه قاعده اول اجرا بشه، نه حروف یرملون بود که ادغام بشه و یا همون قانون دوم اجرا بشه، و نه حرف با بود که قانون سوم یعنی انقلاب صورت بگیره و نون تبدیل بشه به میم، اون موقع قانون چهارم اجرا میشه. در غیر این سه حالت قانون چهارم اجرا میشه که میگه ما نون رو اخفا میکنیم. ببینیم با هم تصویر رو. اخفا یعنی مخفی شدن. اسم این قانون هست اخفا، مخفی شدن. یعنی چی؟ نون رو مخفی میکنیم. کجا؟ صدای نون رو به جای اینکه از دهان خارج کنیم از بینی خارج میکنیم. صدای نون در بینی خارج مخفی میشه و مقداری هم مکس میکنیم در هنگام تلفظ. مثالهاش، مثلا حرف ت، س، جیم، دال، اینا همه غیر از اون حروف قانونهای قبلی هستن، نه حروف حلقی هستن، نه حروف یرملون و نه با. نون بعدش ت اومده، ت از حروف یرملون نیست، اخفا هم نیست، حروف اظهار هم نیست، حروف یعنی حلقی، با هم نیست. منتهونه اینطور نوشته میشه، اینطور خوانده نمیشه. نون رو بعد از بینی ادا کنیم، مقداری هم روش نگه میداریم صدا رو. منتهونه
منتهون. جنتون، تنوین بعدش حرف تا آمده، اخفا میشه. جنتون، صدا میره در بینی، مقداری نگه میداریم. جنتون تجری. مثال بعدی، من ثمرات، من ثمرات جمیعا ثم. اینجا جمیعا صدا از بینی ادا شد، تنوین رفت تو بینی، جمیعا اخفا میشه. ثم. مثال جیم، وقتی برای نون ساکن جیم بیاد، مثلا اینجا نون ساکن برای جیم آمده، نه رو فرقی است، نه یرملونه، نه با، اخفا میشه، صدا میره در بینی. مقداری هم روش نگه میداریم، توقف میکنیم. انجیناکم فصبر جمیل. یا کلمه نون وقتی بعدش دال بیاد، اندادن، نون از بینی ادا میشه، اندادن، مقداری هم روش توقف میکنیم. قنوان، نون ساکن داره اینجا، واو بعدش اومده، گفتیم از اون استثناءاتی است که ادغام نمیشه چون در خود کلمه است. اما نون دوم، تنوین دوم بعدش دال آمده، اینجا چی میشه؟ اینجا الان اخفا میشه. قنوان دانیتون. مثال بعدیش رو ببینیم. اینجا وقته که بعد از زال، بعد از نون ساکن زال بیاد. منذرون، منذرون، صدا از بینی ادا میشه. وکیلن، وکیلن ذریته، روی تنوین، وکیلن. از کجا بفهمیم صدا از بینی ادا میشه، درست ادا میشه یا نه؟ اگر بینیمون رو ببندیم در هنگام تلفظ، اگر صدا قطع شد درست ادا میشه. مثلا فان، این اصلش اینه، فان زللتم، انا من میگیرم بینیمو در هنگام تلفظ فان، فان. صدا گیر میکنه در بینی. اگر عزیزان دقت بکنن وقتی که میخواین تلفظ بکنید، اگر صداتون قطع شد، گیر کرد، اون موقع متوجه میشید که از بینی داره ادا میشه. اخفا، هم مقداری صدا در بینی مخفی میشه، هم روش توقف میشه مقداری. فان زللتم. یا یومئذ زرقا. مثال الانسان، اینا همه حروفی هستن، ذال، زا، سا، شین، که اگر بعد از نون ساکن قرار بگیرن اون نون ساکن اخفا میشه. الانسان. یا اینجا تمرین، قولا، قولا سدیدا. یا بعد از نون اگر شین هم بیاد همینطور میشه، المنشئون، منشئون. یا بعد از تمرین اگر شین بیاد، جبارا، جبارا شقیا. مثال بعدی، بعد از صاد، وقتی بعد از نون صاد بیاد، ینصرکم. یا تنوینش ریحا صرصرا. بعد از نون ساکن اگر ضاد بیاد هم همینطور، من ضل، من ضل قوما ضالین. یا اگر بعد از نون ساکن تا بیاد، انطلقوا، انطلقوا، صدا از بینی ادا میشه، صدای نون مخفی میشه در بینی و مقدار روش توقف میکنیم. انطلقوا حلالا طیبا، حلالا طیبا. یا اگر بعد نون ساکن ضا بیاد، من ظهیر، من ظهیر. یا تنوینش ظلا ظلیلا، این یک فتحه اضافی اینجا داشته افتاده، ظلا ظلیلا. مثال های آخر، اگر بعدش ف بیاد، بعد از نون ساکن ف بیاد، باز هم اخفا میشه. یا مثلا ینفقون. یا تنوینش عمیان، بعد از تنوین فا بیاد، عمیان فهم، عمیان فهم. مثال بعدی، بعد از تنوین اگر قاف هم بیاد یا بعد از نون ساکن، من قبل، من قبل. یا تنوینش
عذاب قریب، عذاب قریب. کاف همینطور اگر بعد از نون ساکن کاف هم بیاد اخفا میشه. فانکحوا، صدا از بینی ادا میشه، روش مقداری توقف میکنیم. فانکحوا. یا اگر تنوین بعدش کاف بیاد علوا کبیرا، کبیرا اگه توقف کنیم میشه کبیر را. این قاعده اخفا بود. پس خلاصه درس برنامه امروز ما این بود که هر جا نون ساکن دیدیم عزیزان یا تنوین، یکی از این 4 قانون اجرا میشه. اگه بعد از نون ساکن و یا تنوین 6 حرفی که از حلق ادا میشن بودن، همزه و ها، عین و ها، غین و خا که بهشون میگن حروف حلقی، نون ساکن و یا تنوین همونطوری که از خوانده میشه. قانون اول اظهار. قانون دوم ادغام. میگفت که اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون که سر هم نوشته میشه یرملون آمد، به جای نون ساکن و یا تنوین حرف بعدش رو به صورت ساکن تلفظ میکنیم، یعنی نون ساکن و تنوین تبدیل میشه به حرف بعدی و طبیعتا حرف بعد تشدید میگیره. قاعده سوم میگفت اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین حرف ب آمد، ما به جای نون ساکن میم تلفظ میکنیم، میم ساکن تلفظ میکنیم چون راحت تره. اینو بهش میگفتیم اقلاب. و قاعده چهارم آخری که اخفا نام داشت میگفت که اگر بعد از نون ساکن 3 قاعده اول اجرا نشد، یعنی بعد از نون ساکن حروف حلقی نبود، حروف یرملون هم نبود و حرف با هم نبود، اون موقع باقی مانده حروف که مثال ها رو برای همشون گفتیم اون موقع اخفا میشن. یعنی نون ساکن و تنوین از بینی ادا میشه، منکم، مقدار هم صدا روش نگه میداریم، مثلا منکم از بینی ادا میشه، ببین میگیم اخفا، مخفی شدن صدا در بینی، صدای نون. این 4 قانون احکام نون ساکن باشه. شاید برای عزیزان مقداری سخت باشه و قبول دارم اگر احساس کردید مقداری سنگین است این درس، تکرار کنید عزیزان، تکرار بارها و بارها و خیالتون جمع باشه ان شاء الله. قاعده رو اگر خوب یاد بگیرید، این 6 حرف حلقی و 6 حرف یرملون و حرف با رو به خاطر بسپارید، بقیه‌اش خود به خود میشه حروف اخفا و آسان میشه براتون. این درس رو تمرین بکنید بارها و بارها و در مثال‌های عملی در سوره‌های قرآن کریم حتما براتون بهتر جا میفته این قانون‌ها. و ان شاء الله عزیزان بازم تاکید می‌کنم روی حروف دقت کنید. حروف حلقی که اظهار میشه بعدشون، یعنی نون ساکن بعدش حروف حلقی بیاد اظهار میشه، همزه و ها و عین ها و غین و خا. حروف یرملون که حروف ادغام هستن، یعنی نون ساکن بعدش یکی از این حروف بیاد ادغام میشه، حرف ب هم که آسان است، بقیه‌اش میشه حروف اخفا. در برنامه بعد همراه شما عزیزان چند قاعده باقی مانده از روخانی قرآن کریم رو مطرح خواهیم کرد و بعد از اون ان شاء الله آغاز می‌کنیم تلاوت مصحف شریف رو از سوره‌های کوچک و آنچه که تا به حال یاد گرفتیم رو به صورت عملی در مصحف شریف اجرا خواهیم کرد. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید تشکر سپاس دارم. حتما در برنامه‌های بعد هم بیننده برنامه خودتون باشید تا بتونیم یاری الله تعالی تمام کلام الله مجید رو هر جوری که باز کردیم به راحتی بخوانیم. الله یار نگهدارش. شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي